بالاخره منم یه دیوایس خوب گرفتم. سلام بچه‌ها، من محمدم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز بعد از چند ماه که گذشت من تونستم یه دیوایس خوب بگیرم و واسه اون دیوایس قبلیم که خیلی ضعیف بود راحت شدم. اون دیوایس هم سامسونگ بود، A50 بود، دو تاشون هم گوشی ان. ولی این یکی شیائومی جدیده که گرفتمش، همونطور که می‌بینید خیلی خوبه، نمیاد رنده میکنه، میزنه همه رو، اصلا عالیه. من هیچ لگی داخلش نمیدونم. اون حتی نمیدونستم انقدر ضعیف بود، نمیتونستم باهاش اسکرین رکورد کنم و اصلا خیلی بد بود و این عالیه. اصلا نه، از روزی که گرفتمش هیچ لگی داخلش ندیدم، خیلی خوبه. به شما هم پیشنهاد میکنم اگه بودجهتون پایینه، من خودم 11 تومن خریدمش، اگه بودجهتون پایینه حتما اینو بخرید. حدودش 9-11 تومن. این بهترین گوشیه داخل این بودجه، نمیدونم حالا بهترینش هم هست، ولی من میگم خیلی گوشی خوبیه. اگه نظر من میخوام، خیلی گوشی خوبیه. شما هم اگه بودجهتون اینقدر میتونید بخریدش. و خیلی ازتون معذرت میخوام که چند ماه واسهتون ویدیو نذاشتم و دلیلش هم همین بود که دیوایس خوبی نداشتم که بخوام باهاش ریکورد کنم. ولی این دیوایس هم خیلی خوبه. از این به بعد هر روز ویدیو داریم. اگه هم احیانا یکی-دو روز یه روز ویدیو نداشتیم، دلیلش ایده است. شما حتما اگه ایده ای دارین داخل کامنت واسم بنویسین، عشق کنید. و از امروز به بعدم ویدیو داریم. ممکنه هم احتمال داره که لایف داشته باشیم و فردا هم یه ویدیو داریم. اون ویدیو هم بهتون نمیگم سر موضوعش چیه، فردا خودتون میبینین. و بذار گوشی هم بهتون نشون بدم. خیلی این پشتشه، این هم جلوشه. اینطوری باز میشه. یه گوشی خیلی خوبه. اصلا انگشتش هم اینجاه، دوربینش هم مثل گوشی های سامسونگه، ولی کلا در کل گوشی خوبیه. عشق من، خیلی ممنون که این ویدیو نگاه کردین. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.